تاجیکستان کشوریه که تو دل کوه‌ها و طبیعت بکرش مردمی با اصالت و فرهنگی کهن زندگی میکنن. دخترای تاجیک به خاطر زیبایی طبیعی و چهره‌های ظریف و آرامش بخششون خیلی مورد توجه قرار میگیرن. اغلب پوست روشن، موهای مشکی یا قهوه‌ای تیره و چشمای گیرایی دارن که ترکیبی از شرق و غرب توی چهرهشون هست. از طرفی این زیبایی فقط به ظاهر ختم نمیشه. خیلی از دخترای تاجیک به حفظ سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگیشون اهمیت میدن. لباس‌های سنتی تاجیکی که با طرح‌های خاص و گلدوزی‌های زیبا تزیین شده بخشی از جذابیت اونا رو بیشتر میکنه. در این حال نسل جدید دخترای تاجیک داره بین حفظ سنت‌ها و پذیرش مدرنیته تعادل ایجاد میکنه. خیلی هاشون تحصیل کرده هستن و تلاش میکنن که نقش پررنگی توی جامعه و حتی فراتر از مرزهای تاجیکستان ایفا کنن. این ترکیب زیبایی ظاهری و قدرت درونی دخترای تاجیک رو به شخصیتی خاص و منحصر به فرد تبدیل کرده. سلام رفقای نازنین، ایرانی ها، افغانستانی ها، تاجیکستانی ها. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. فارسی زبونای گلم، ما که از بودن در کنار شما سیر نمیشیم. امیدواریم که شما هم انرژی خوب و نگاه زیباتون رو با یه لایک و سابسکرایب خوشگل به ما انتقال بدین. بچه ها، یه تاجیکستانمون نشه؟ تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزیه که ممکنه خیلیا به اشتباه فکر کنن جایی دور از دسترس و خسته کننده است. اما واقعیت اینه که این کشور پر از جذابیت‌های شگفت انگیزه که نه تنها برای گردشگران بلکه برای کسانی که به دنبال تجربه‌های تازه هستن یه بهشت واقعی محسوب میشه. حالا بیا با هم بریم سراغ جذاب‌ترین و عجیب‌ترین تاپیک‌ها از تاجیکستان که شاید خیلی‌ها تا حالا بهش فکر نکردن. تاجیکستان به دلیل کوههای پامیر که به سقف جهان معروفن یکی از بهترین مکانها برای عاشقان طبیعت و کوهنوردیه. این کوهها نه تنها خیلی زیبا و دیدنی هستن بلکه به دلیل موقعیت جغرافیاییشون یه عالم اسرار و داستانهای جالب دارن که مردم محلی هنوزم به اونا باور دارن. اینجا دیگه خبری از جاده‌های شلوغ و زندگی شهری نیست، بلکه با یه دنیای متفاوت روبرو میشید. کوههای پامیر پر از داستانهای قدیمی، افسانه‌ای و البته مردم مهمان نوازه که همیشه آماده‌اند تا گردشگران رو راهنمایی کنن. چیزی که خیلی‌ها از تاجیکستان نمیدونن وجود چشمه‌های آب گرم طبیعی در دل کوههای پامیره که مردم محلی از اون برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده میکنن. اما جالبتر اینه که این چشمه ها برای خیلی از مردم جنبه معنوی و شفابخش هم دارن. اگه به این منطقه سفر کنید ممکنه بشنوید که چطور این آبها رو به عنوان یک منبع الهام و درمان روحی هم میشناسن. زبان تاجیکی به عنوان یکی از زبانهای ایرانی در تاجیکستان صحبت میشه و این کشور از نظر فرهنگ خیلی به ایران نزدیکه. اما شاید جالب باشه که بدونید تاجیکی ها با اینکه به فارسی صحبت میکنن به شکل خاصی لهجه و اصطلاحات خودشون رو دارن که ممکنه برای ایرانی ها هم کمی متفاوت باشه. جالبتر این که در تاجیکستان زبان فارسی رو بیشتر از کشورهای فارسی زبان حفظ کردن و به نوعی حفظ این زبان در اینجا یک نوع هویت ملی محسوب میشه. تاجیکستان فرهنگ غنی داره که جشن‌ها و مراسم‌های خاصی هم توش برگزار میشه. یکی از جشن‌های جذاب و عجیب اونا جشن نوروز یا سال نوه که در اون مردم تاجیکستان از چند روز قبل از شروع سال نو به خونه‌ها و محل‌های مذهبی میرن و با لباس‌های محلی جشن‌های بزرگ برگزار میکنن. این جشن‌ها با آواز و رقص‌های محلی برگزار میشن و خیلی شبیه به جشن‌های ایرانیه، اما با فرهنگ و آداب خاص خودشون. خیلی از گردشگرا از این جشن‌ها به عنوان یکی از تجربه‌های منحصر به فرد سفرشون یاد میکنن. شاید خیلی‌ها بدونن که تاجیکستان جزو مسیرهای تاریخی جاده ابریشم بوده. این کشور سالها محل عبور تاجران و مسافران مختلف از چین،
ایران و دیگر نقاط جهان بوده. حالا این مسیرها به یک نماد از تاریخ و تمدن تبدیل شدن و هر گوشه از این کشور میتونه یه داستان از تاریخ بلند و پرماجرای مردمش رو روایت کنه. از جمله آثار تاریخی معروف این کشور میشه به قلعه‌های سنگی و مساجد قدیمی اشاره کرد که قدمت اونها به بیش از 1000 سال میرسه. شاید خیلیا فکر کنن که تاجیکستان کشور مذهبی با زندگی شبانه محدود باشه، اما واقعیت اینه که در شهرهای بزرگی مثل دوشنبه که همون پایتخت تاجیکستانه، کلاب‌ها و فضاهای شبانه‌ای پیدا میشن که برای علاقه‌مندان به زندگی شبانه جذابه. یکی از معروف‌ترین کلاب‌ها در دوشنبه کلاب ناوتیلوسه که بیشتر به خاطر دکوراسیون خاص و محیط راحتش معروفه. اینجا مردم میتونن از دیجی های محلی و بین المللی لذت ببرن و با رقص و موسیقی تا دیر وقت شب سرگرم بشن. نکته جالب اینجاست که در تاجیکستان خیلی از جوونا به دنبال یک فضای آزاد برای تفریح و خوشگذرونی هستن و این کلاب ها دقیقاً همون جایی هستن که میتونن بدون نگرانی از نگاه های اجتماعی به خودشون استراحت بدن. البته از این کلاب ها تنها در دوشنبه نمیشه پیدا کرد. در شهرهای دیگه مثل خوجند و بخارا هم فضاهای مشابهی وجود داره که به ویژه در فصلهای تابستان پذیرای گردشگران و مردم محلیه. این کلاب ها حتی برای گردشگران خارجی جذابیت دارن، چون با داشتن انواع نوشیدنی های محلی و خارجی و غذاهای خوشمزه تونستن خودشون رو به عنوان یک مقصد جالب برای زندگی شبانه معرفی کنن. چیزی که خیلی از مردم نمیدونن اینه که تاجیکستان علاوه بر کلاب ها و فضاهای شبانه تفریحات خاص و عجیب تری هم داره. مثلا در برخی از مناطق دورافتاده پارک ها و فضاهای تفریحی وجود دارن که بیشتر برای افرادی که میخوان در سکوت و آرامش از طبیعت لذت ببرن مناسبه. از اون طرف در مناطق شهری و نزدیک به دوشنبه مردم به راحتی میتونن به کارناوال ها و جشن های فرهنگی برن که در این جشن ها به طور معمول رقص و موسیقی های محلی با نغمه های سنتی تاجیکی به نمایش در میاد. نکته جالبتر اینه که در تاجیکستان بعضی از مراسم‌های شبانه مثل جشن‌های نوروزی با رقص‌های محلی، طبل و سازهای محلی برگزار میشن و اینها بخشی از زندگی شبانه مردم رو تشکیل میده که میتونه برای گردشگران یه تجربه خاص باشه. به ویژه در ایام تعطیلات و مناسبت‌های خاص این نوع جشن‌ها خیلی رنگارنگ و شاد برگزار میشن. در کل تاجیکستان کشور اسلامی با فرهنگ‌های سنتی و محافظه‌کاره که توی روابط اجتماعی خیلی مراقب و محتاط هستند. برای مثال روابط عمومی بین جنس‌ها معمولاً محدودتره و بیشتر از حریم شخصی و احترام به قوانین دینی و اجتماعی پیروی میشه. اما اگه بخوایم دقیق تر بشیم، توی شهرهای بزرگی مثل دوشنبه زندگی شبانه هم در حال تغییر و گسترشه. مردم میرن کافه ها، رستوران ها، باشگاه ها. البته بیشتر این مکان ها ممکنه به طور غیر رسمی باز باشن، چون بر اساس قوانین اسلامی مصرف مشروبات الکلی در فضای عمومی کاملا ممنوعه. همینطور نگه داشتن یه سبک زندگی شبانه به شکل غربی و آزاد توی فرهنگ تاجیکستان هنوز زیاد رایج نیست و خیلیا ترجیح میدن شبها رو با خانواده یا دوستان نزدیک بگذرونن. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهریه که با یه ترکیب خاص از فرهنگ سنتی و مدرن ترکیب شده. اگه به این شهر سفر کنی میفهمی که خیلی چیزا برای دیدن و کشف کردن داره. البته شاید مثل شهرهای بزرگ دیگه پر از برج و آسمون خراش نباشه، ولی یه حس خاص و آرامش بخش داره که خیلی جذابیت پیدا میکنه. اگه رفتی دوشنبه حتما یه سر به پارک رودکی بزن. به یاد مولانا، این پارک مثل قلب شهره. همه جا پر از درختای سرسبز و فضای آرومه که میتونی توش استراحت کنی و لذت ببری. بعدش میریم سراغ میدون استقلال که یکی از نمادهای اصلی دوشنبه است. اینجا یه فضای بزرگ و بازه که یادآور تاریخ استقلال تاجیکستانه.
اگه دنبال یه تجربه فرهنگی هستی، پیشنهاد میکنم یه سر به موزه ملی تاجیکستان بزنی. اینجا هم تاریخ و فرهنگ این کشور رو میبینی، هم آثار هنری و صنایع دستی قدیمی که خیلی جالبن. همچنین دوشنبه بازار خیلی جذاب به اسم بازار زویتون داره که پر از محصولات محلی، سبزیجات تازه، ادویه‌جات خوشبو و خیلی چیزای دیگه است. یه غذای خیلی معروفشون هم پلوی تاجیکیه که اینقدر خوشمزه است که اگه فقط 10 دقیقه هم تاجیکستان کار داشته باشی باید امتحانش کنی بعد برگردی. این غذای ملی تاجیکستانه و در واقع هر خانواده تاجیکی یه نسخه خاص ازش رو درست میکنه. پلوی غذای برنجیه که با گوشت، سبزیجات، ادویه‌های خوشبویی مثل زردچوبه، دارچین و زیره که من دوست ندارم درست میشه. البته هر کسی یه روش خاصی براش داره. از اون غذاهاست که باید با دست خورد تا حسابی خوشمزه تر بشه. بچه‌ها، سفر ما به تاجیکستان برای من هم خیلی جذاب بود. اگه تا قبل از این دوست نداشتم برم، الان خیلی علاقه‌مندم که به این کشور جذاب سفر کنم. حیف که پولشو ندارم. بچه‌ها، اینم از تاجیکستان با این همه زیبایی و جذابیت‌های خاص، از تاریخ و فرهنگ گرفته تا غذاهای خوشمزه و زندگی روزمره مردمش. مردمی که به زبان فارسی صحبت میکنن و یک دنیای متفاوت و پر از شگفتی ها رو که واقعا ارزش دیدن داره تو دل خودشون دارن. حالا اگه این ویدیو براتون جالب بود، با یه لایک، یه سابسکرایب و یه کامنت خوشگل ما رو خوشحال کنید و مرسی که با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.